маркази солимгардонии доктор Тоҳирӣ дар хидмати шумо. асосан ҳар як вохӯрӣ як мақсад дорад. мақсади асосӣ мо ҳаме ки ман аллакай 3 маротиба бо воситаи телевизиони шумо танин баромад кардам, маслиҳат додам барои солимгардонии ҷомеа. барое ки имрӯз мардуми мо аз нодонӣ бисёртар бемориҳо ва гирифтор мешаванд, мефафтанд ва дар инҷо мо чанд нафар беморо ки ҳудуди 10-15 нафара даъват кардем ки бо оддатарин методҳое ки ман роҳашо нишон додам, одамои омӯзондам, бемориҳои онҳо шифо ёфтанд. масалан инҷа чанд нафар бемориҳои саратони мағзӣ, саратони бачадон, бемориҳои санги талхадон, шабмезиши кӯдакҳо, миёндард, ҳаминҳо бо усуле ки ман ёд додам. ман табобат накардем, роҳашо нишон додам ва схеми табобатӣ додам, ино шифо ёфтанд. барои ҳамин мақсади ягонии мо масалан бояд аз ҳамин беморҳо шумо интервю гиред ки чӣ хел шуд ки ё нақ шуданд, чӣ корҳое иҷро карданд. чунки мардуми мо бисёр вақт тамбал аз болои худашон кор намекунанд, ҳа мегӯянд мебуранд, назд намешаванд, фикр мекунанд ки ин беморхона меран, Америка меран, Москва меран, онҳои назд мекунанд. табобат дар дасти худи инсон, табиат ва худо ҳаст. خب امروز یکی از راههایی که شما توبه میکنید این گیاه‌درمانی است. توالت مردم چگونه است؟ شما قبول میکنند گیاه‌درمانی رو نظر بدید؟ البته سوال خوب دادید. سینوی هم در وقتش گفتی علم تیپ 3 شاخه دارد: تیغ، سخن و گیاه. مردم که کمتر سوی دانشجو پس شد به واسطه آنها به داروخانه ها مراجعت کردند و قبلا در توجیکستان داروخانه ها خیلی کم بودن. از آن جمله در شهر دوشنبه همگی 15 داروخانه بود. از زیاده از 2000 داروخانه شدگی. چون که هم تو درد کرد میرن یا دارو میخورن، این وقتینچه یاردم میکنن. البته چیزهای شیمیایی برگزین بود ضرر خود را دارد. و خیلی که در پیام خود جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفتن که گیاه‌درمانی دستگیری کنید. مثلا من 20 سال باز پیشنهاد میکنم، من یوم کس دستگیری نمیکنن. وقتی که پرزیدنت یک دهان گفتن الکی در تمام بیمارخانه ها در تمام گوشه های تاجیکستان گوشه گیاه‌درمانی تأسیس دادند و این عملی شده است. و مقصدی یگانه ما طبیعت تاجیکستان حفظ کردن، آموزاندن گیاه‌های شفابخش، استفاده کردن آنها. و ما در با دستگیری رئیس ولایت عبدالرحمان قادری که جای دادن یک مرکز تأسیس دادیم، در اونجا مرکز اطلاعاتی فهمانده دادن و فروش گیاه‌های شفابخش تأسیس دادیم که الکی 3 ماه است که کار کرده ایستاده است و مردم از ناحیه‌های گرد و اطراف ولایت آمده همونجا گیاه‌های ضروری رو خریداری کرده، استفاده کرده، شفا یافته ایستادند. شما در دایر با گوشه‌های گیاه‌درمانی بیمارخانه‌ها گفته در بیشتر بیمارخانه‌ها البته این به چشم میرسد، اما چون می‌بینیم اونجا یک آویزه‌های بسیار زیبا آویزان است، اما مخصوص متصدیانی که محض با گیاه‌درمانی مشغول باشند کمتر به نظر میرسد. اندیشه شما چگونه است؟ چی سبب است؟ یکمش در همه جا اول کادر تیار کردن در کار، متخصص. 4 سال قبلا وقتی که پرزیدنت به ناحیه حصار رفتن کلخوز مسکو، اونجا هم همین گفته که شما بریم واهمه کرده گوشه گیاه‌درمانی گفته بسیار گیاهای نشون دادن، نوشابه‌های تشکیل کردن و بعد 3 ماه من رفتم از هیچی نبود. یعنی که یک همون نمایش داده پرزیدنت فریب کردن بود و خلاص. و امروز پیش از آن که ما همین گوشه‌های تشکیل کنیم اول متخصص تیار کردن در کار. تمامی پرابلم متخصص حل میکنه. من همین راه‌ها هم اگه گویم تونل کندن دیگر وقتی که متخصص آمدن حاضر شهر دوشنبه با پروژه‌های شهر مسکو آمده، اما مسئله ساختمان، آب برقرار کردن همین چیز با متخصص آمده یاردم کرده است. آنها این ساحه نظم میفهمند و من هم همچون متخصص که مثلا در طول زیاده از 45 سال کار میکنم در همین ساحه، همین رو میگویم که آدمای آموزاندن در کار. وقتی که آدم‌ها یاد گرفتن خودشای طبابت میکنن و در نزد هر یک بیمارخانه باید یک گویم یا طبیب خلقی یا گیاهشناس که و گیاه شناس هست. مثلا حاضر اگر ما همین دکترای جمع کنم، من البته در مرکز سرطان شناسی سال گذشته 80 نفر اشتراک کردن، در اینستیتوت گاسترونترولوژی در بیمارخانه شهری خوجند، تمام جاها با من رفته با دکترا واخوردم. چون که دکتر فقط همون دارویی که در خیمیا هست چیز هست همونو میدوند
گیاه ممکن داند از نام کتاب نه که شناخته نمیتونه در طبیعت شناخته نمیتونه برای همین ما وقتش به سیز تشکیل کردیم 5 سیزدی طبیبای خلقی 5 کنگرس های بین خلقی که کوه ها برده اما متخصصای شناس کردیم که این گیاه کی میروید کی جمع‌آوری کردن در کار گلش بوتش ریشش و چخیل حفظ کرده و مردم پیشکش کردن در کار چیزی عادی میگیریم مثلا همین اگر زردآلو گیریم ما زردآلو خودش میخوریم دانه کش استفاده میکنیم نه که از کرکا از دانه همین در امریکا دارو میبرن کالسی با قیمت $80 میفروشن خوش برگ زردآلو در هندوستان و در خطای در داروخانه ها میفروشن ما عموما استفاده نمیبریم چون که این ندانستن است مادام که مردم میداند الکی آدمایی که با کسل‌های دل گرفتار هستند حاجت پننگین و اسپارکم و دیگر داروهای استفاده کردن نیست چیزی که در طبیعت هست آنها همون استفاده میکنند در طول 45 سال خیرخواهی شما زیاد نفران بودن که میخواستن همچون متخصص گیاه‌درمانی از شما چیزی آموخته باشند و کمک رسانان به دیگران البته من همین روزهای نزدیک общественный совет چیزی نزد پرزیدنت اتحادیه جمعیتی شده گذشت ما در موضوع آب برآمده پرزیدنت با اونجا یا بحث شد من همه گوش کردم آخر من گفتم که آب برای سلامتی چیزی از همه قیمت و نادر هست و با عبدالرحمن جابروف پیشنهاد ما گفتم که ساختار مکتب و عموما معارف و تندرستی تغییر دادن در کار آدمای آموزاندن در کار البته بعدی برآمده آنها گفتن که شما اساسیاسیون دارید چقدر چند نفر آنها کار میکنند یا نمیکنند ما مثلا در اساسیاسیون طب خلقی زیاده از 100 نفر اعضا داریم که فقط 70 نفری آنها ما خارج کردیم آنها اومده همچه یک حجت گفتن که گویا اعضای اساسیاسیون هستند آنها آدمای طبابت کرده میتوانند یا که جمع‌آوری گیاها و دیگر چیزی مشغول میشن مردم ما کمتر تنبل هست یا خودش هم خودنمایش همانا گرفتن دیگه تمام من حاضر 80 نفر اختصار کردم برای اینکه در تمام دوام 3 سال آنها نه به ما یگون معلومات نامه دادن که چند نفر طبابت کردن چقدر گیاه جمع آوردن چی فایدهشو به خلق رسید هم تو یک حساباتای دروغ هست و هستن طبیبان مثلا حاضر شعبه ما در پامیر هست اونجا رئیس بخش دولت محمدوف هستند که خودشان جراح بودن حاضر کارکرد ابلپیخ در اونجا موندگی گیاهای موندگی عموما زیاده از 20 نفر آنها مثلا گویم از جهت فینانس و اقتصادی ما به یگان کمک ندارن نه که ما راهش نشون دادیم آموزاندیم مردمی پامیر با خدمت ناس کرده ایستادن مردم از آنها فایده کلان دیده است در خوجند فیلیال تاسیس دادیم عموما 2 سال باز کار نمیکند قریب که پتون برهم خورد و برفت اومدن حجت‌های گرفتن ما چند لکسیو صحبت‌ها حتی مکتب طبیب‌های خلقی کاسما انرژتیکای من اینجا آوردگی بودم درس خواندن آموزاندن از بالای خودشو کار نمی‌کنه برای همین همه وقت دانش در کار وقتی که من در روسیه 154 مفتی‌های روسیه دعوت کردن لکسی خوندم اونا گفتن که مدرسه ساختن در کار نه اینکه مسجد برای اینکه مسجد می‌بینید حاضر مسجدها بسیار آدم‌ها کم میرن مدرسه می‌آموزاند اما قرآن هم که جنگ نکن یک دیگه تا احترام کن طبیعت حفظ کن گپ گنده نزن اونها هم یک ساختی همه وقت مینداری خودم رو بیان میکنم همین تلویزیون تنیم ببینم اگر هم تو ببینم گیرم میبیو هم تو همین بچی من نخشو من دیده خنده گیره تو میبیاد فرزند شما چی بیماری داشت چی تشخیص بود این من همینجا کار کرده ایستاده یک بار با کمکات همینجا کلیست کرده همین کدی 24 اکتبر بود ما دکتر با بودیم گران اومدیم دکتر با امکاش بودگی اوادگی همین کدی احمی ایسی ما دکتر با داداش ما خودش میریم اکو سونی تلویزیون با هم تو دیدیمو همین اکتبر روزی که 24 شبانده شونده دکابر 24 ماش شونده سونی پیشی اینو اومدیم احمی ایسی وای با پنگراف کردیم با دیگر روش کردیم همه کارهای کرد هاکو من خدای شکر حاضر با نخست من همه وقت مینداری خودم رو دکتر دایری مینداری خودم رو بیان میکنم چی بیماری 200% خونه درک گفته فرستاندن بعد از آنجا رفتن و یا من گفتن که شما جراحی میکنیم آنالیزتون رو دوشنبه میفرستانیم اگر آنالیزتون ناز برای شما
операция میکنیم. نباشد شما رفتن نوری میگیرید، خیمه میگیرید، 5 سال عمر میبینید. من قطعی امیده تلفن کرده، دکتر رو تلفن کردم، از بالنیسه برای دوستانی من به گردن گفتن من زبان خود نیستم، از معالجه دست میکشم گفتم و برای من کارتچکه شدن رکسلی учет با منونده هر ماه ما میبیوی خبر میگیریم. من بعد رفته از دکتر میلا ظهور طاهری طبابت گرفتم، خونم تازه شد، نخ شد، صحت شد. من مینداری خودم رو به دکتر طاهری میرسونم تا حیات باشند یاری خودشون به خلق رسونند. من از زمین تا آسمان میندارم. من سخیمشون هست از روی همون استفاده برده خودم رو خوب حس میکنم. میخوردم، سودا می نوشیدم، گیمناستیکا میکردیم، یک هفته و یک بار روزه میگرفتم، حالا میگرم. سر از آب میداد، پوری سنگ ریزه بود، غیر این ردود زیادی میده من در میکرد. بعد از روی سخیمه این کس کار کردم، همون از روی سخیمه بعد فیرولای زمج مرهم و هم استفاده بردم. سلامتیم نقص شد، بین 2 ماه به نقص شدم. کلینم راحتای گریژ دیست گفته بودم دکترها. 1 سال عذاب کشید. اقلش 6 نمیتونستم، فقط خواب میرفتم بالای تخته بر. بعد نزد اینا با آوردم خیلی همون روی سخیمه، بعد مانوتراپی کردن 3 مرتبه گرفتن، درست شده برآمدم. من حاضر نوری خیرات به کار میکنم، مالی میشه. سال یعنی اذیت میکشتم از خونریزی شدید امراض زنانه. راستی گفت همین سخمی که به من پیشنهاد کردن گفته‌هایشون رو اجرا کردم. اساسا همین داروهایی که فیرول زمچه هست 3 کورس استعمال کردم. 2 ماه اسین من خوب خیلی خرسند میباشم. با مرهم دارن برای اعصاب‌ها رو آروم کردن خیلی شفا بخش میباشد. من خرسند 2 سال با سمیخل چی بودم اذیت میکشیدم، لیکن 2 ماه اسین من خیلی خوب خودم رو خوب حس میکنم. من ندارم با دیست گریژه گفته بودن. وقتی که من به نزدشون گرفته آمدن قریب که 2 قد بودم، لیکن 1-2 سیانس کردن، قط راست کردن، بعد همه خودم آمده راست برآمدم به گرفتم. من خودم گینکولوژی و 1 ماه رفتم، لیکن حالا 3 کورس لیچینی گرفتم. اساسا همین فیرول زمچه маркази солимгардонии доктор тоҳирӣ дар хидмати шумо. дар марказ бемориҳои дилу шараён, тарбот, фишори хун, остеотроз, иллатҳои мушакҳо, буғум ва бофтаҳо, асабу сутунмуҳра, остеохондроз, радикулит, бемории диабети қанд, узвои дохила, амрози занона, безуриётӣ, иллатҳои пӯст ва дигар бемориҳо бо усулҳои мухталифи тибби муосир табобат мегардад. телефонҳо барои тамос 92 786 80 27 888 89 34 77.